Još samo danas u vašem gradu. Furaj svoj film. Ovo su naši prijatelji, djeca iz Sirije, Afganistana, Iraka, Irana i Kurdistana. من اسمم آرشامه و اومدم اینجا. من الان پیزا خیلی دوست دارم، الانم نانم میخوام. چون خوشحال که گروه به من مهندسی ساختمانه. دزلتکم ها نگرم. چون کش برم آلمانه. عددم هشت. من دوستم بشم دوره ندس رنگ سفید دوست دارم. شیطان اولمون خونه ببینیم همیشه شیطان بخورده. الان بزرگ شدم میشم پلیس، حتما هم میشم پلیس. من اسمم یوسف و من از سوریه اومدم. چرا اونم نیستیم؟ چون که ما از یونان رفتیم تا مامانم رفته از یونان، کلمون رفتیم به یه جای می‌خواستیم بریم، فقط پلیس به ما گرفته. خب مامانم رفته دیگه. پلیس به ما گرفته، مامانم پلیس رو نگرفته. میتونم اگه بزرگ باشم 2 تا چیز میباشم، فوتبال و کارته. اسم من اصلا 11 سالم است. دلیلش رو نمیدونم چرا نمیتونم بشینم. خیلی جنب و جوش زیادی دارم. روی جای آزاد مثل کوه داشت که بتونم هر جایی که خواستم برم که دنیا رو ببینم. اگر در حال حاضر آقا بودم میخواستم برم کل دنیا رو ببینم. کشور به کشور برم، شهر به شهر برم که کل دنیا رو ببینم. هیچ وقت بالادن رو نخونم. دوست دارم یاد بگیرم. انقدر کارتونی در موردش دیدم، نگاه کردم، خیلی برام جالب بود. دوست دارم امتحان کنم. اگه امتحانم کنم تا آخرش پایه هستم. از وسط اصلا ولش نمی‌کنم. هر جای دنیا باشم تا آخر پایش هستم و خواهم بود. من هدی هستم، 14 سالمه. من وقتی به موزیک گوش دادم آینده خودم رو دیدم تو بسکتبال NBA. میخوام به کسی پایبند نباشم و خودم تنها باشم. اسمم حریره، 12 سالمه. من فکر میکردم با بالهای بلند و سفید فرشته هستم و به رویاها میرفتم. به قصر رویاها میرفتم با بالهای زیبا. اسم من دیناست، 12 سالمه، تقریبا 3 سال. وقتی که ایران بودیم برای جشن تولدم مامانم منو برد تهران برای تو باغ وحشش. اونجا مثلا حیوانات خیلی خوبی بودن. بعضی حیوانات مسخره بازی، مثلا این میمون مسخره بازی در می آوردن. اون باحال‌ترین روز خوبم بود اونجا. بله آرزو میکنم که برگردم اونا مثلا برم تو اون باغ وحش با اونا خوش بگذرونم. خیلی اون روز باحال‌ترین روز دنیا بود. من در آینده دوست دارم فضانورد بشم، چون کتاب علمی دوست دارم. الان که اینجا میرم مدرسه مثلا زنگ علمی داریم، همیشه خیلی دوست داشتم. من کتاب علمی دوست دارم و دوست دارم فضانورد بشم. میگفتی یارو رو ببین بدون سواد و بی دکترا یه کاری شده، ولی بابا تو هم نشی مثل این مفخورا. بابا تو نامرد نباشی، هیچ وقت باشه پرده نباشی، خلاف جهت آب و شنا کن، تلاش کن که برده نباشی. اسمم آیدینه، تقریبا 2 روز دیگه 16 سالم میشه. برای آیندم بیشتر شغل وکالت رو دوست دارم، به خاطر اینکه شغل کلاسیکی و دوستش دارم این شغل رو و تلاش هم میکنم. دارم درس ها میخونم. تو ایران انتخاب رشته‌مو زدم واسه این شغل و
و چون تو ایران زدم انتخاب رشته‌مو زدم و دارم این رشته رو ادامه میدم، حتما به جایی که میرسم این رشته رو ادامه میدم. اسمي صفية، عمري 13 سنة. أول أمنية بدي ألتقي مع عمي، صار لي 3 سنين مني شايفتها، هي حتصير الرابعة. ثاني أمنية بدي أطلع على ألمانيا، وثالث أمنية بدي أكمل دراستي وأصير مهندسة بترول، إني أوصل على ألمانيا وأشوف عائلتي فوق. اسمم دیاره، 10 سالم است. در آینده میخوام دانشمند بشم. واسه همین تو اونجا داشتم همین فکرها رو میکردم. دانشمند شدم. حد سال من در کردستان نشستم. فقط اگر قاعد يزن مصر الفقر مصر بنا. جنب ما بروفسور أخذ سيك ساكا دبروي ديكستير خوش دمانك حمد جان خلقشتي أوادفك بروفسور خوش خوش دمانك ساكت دوستم موقع باشم به خاطر اینکه نباد آزادی میتونه آزاد باشی، نه مثل اینکه مثل مردم کشورم همشون نمیتونن هیچ کدومشون آزاد باشن، همشون بسته هستن، توی جای بسته نمیتونن هر کاری خواستن بکنن، چون هر جای خودشون برن کردستان از بین شاید ببرن ایران. دوستم یه موقع باشم به خاطر اینکه آزاد میتونم باشم، میتونم هر کاری دلم خواست بکنم. Još samo koji dan u vašem gradu, a sutra, ko zna gdje, dođite, posjetite ih jer su oni naši budući doktori, astronauti, policajci, a čeka ih dug put.